بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما را آغاز میکنیم. خب درس ما در پروگرام اکسل است. پروگرام اکسل باز کرده. خب بیا شیت نام میگیریم. خب بلانک ورکشیت ورکبوک انتخاب میکنیم. خب امروز درس ما از بخش کاندیشنال سنتنس شروع میشه. کاندیشنال سنتنس not کاندیشنال فورماتینگ. خب کاندیشنال سنتنس انگلیسی زمان عادت کردیم. خب مشکل نیست. از این بخش رو میکنه. خب کارکرد چی هست؟ مثلا من یک جدول جور میکنم. این دیگه قسمت میام ناشتا میکنم، یک جدول جور میکنم. خب name job salary overtime یعنی اضافه کاری overtime چیکار چیز نشد overtime و همچنین total نوشته میکنم total اوکی نوشته میکنیم علی، بعدیش هم احمد، پایینش هم عمر، پایینش هم جاهد. خوب هم تو سایز دیگه جابش هم دیوسی دکتر هستن و دیگه شم تیچر است. و دیگه شم آیتی منیجر، دیگه شم انجینیر میگیره میشه. خب سالاریشون چقدر است؟ مثلا از یکش از دکتر است چقدر؟ خب 30,000. از تیچر هم هست 20,000. از آیتی منیجر هم هست 60,000. از انجینیر هم هست 12,000. خب میاد بخش اوورتایم 4,000 3,000 میگیره. اوورتایم یا اضافه کاری میگیره 1,000 میگیره. خب 1,000 میگیره 2,000 میگیره و همچنان 1500. خب توتالش دیگه ما آلت مساوی اینتر میزنیم. آلت مساوی چقدر؟ خب باید میاد در این قسمت. خب من یک زوم میکنم. بعد از این میایم بولدش هم میکنیم. از این قسمت در بخش بوردر هم برش میتونم آل بوردر انتخاب میکنم و همچنان دیگه. خب سایت همین قسم میایم در بخش چی؟ بخش کاندیشنال سنتنس. کاندیشنال سنتنس چی کار میکنه؟ مثلا این بر ما نشانه میکنه مثل یک خط که بالاترین قیمت های ما چی است، چقدر است، پایین ترینش چقدر است، چه قسم. مثلا در بین از یا ببین 1,000 کمترینش هست و 2,000 زیادترین، 3,000 زیادترینش. حالا من این انتخاب میکنم. مثلا این اوورتایم انتخاب میکنم در بخش کاندیشنال سنتنس. من چی میگم گریتر دن وقتی که یعنی اونمو بالاترین ارزها که هسته اون رو نشانه که بالاش کلیک میکنم. ببین بالاترین ارزش چی هسته؟ این قسمت گرفته 3,000. حالا من در این قسمت میتونی که از یوم انتخاب کنی، یعنی رنگایش انواع رنگش که تو چه قسم انتخاب کنی. در جدول بزرگ باز بیشتر کنی یا از یو انتخاب میکنی. هر کامش انتخاب کنی نکردی میگی کاستوم فرمت میزنی. بعد از اون بر تو یک پنجره باز میشه. این رقم خوانیم بولدش هم میسازم. بعد از این چی میکنم رنگش هم. خب رنگش هم چی رنگ میسازم؟ مثلا رنگ سرخ میسازم. اوکی ببین حالا ما اوکی میزنم. چه شد؟ حالا بالاترین ارز ما را به رنگ سرخ گرفت. صحیح به رنگ سرخ گرفت. حالا من دوباره بریم در قسمت بخش. خب در بخش کاندیشنال فورماتینگ من میتونم چی کنم؟ خب لزدنش مثلا باشه که ما بالا ما بخش گریتر دن در این قسمت. خب این یالو انتخاب کردیم. ببین حالا چی شد؟ اونمو پنجره که زیاد بود پیسش چی کرد؟ او را برای من انتخاب کرد بر رنگ چی یعنی نشانش کرد. در یک جدول مثلا جدول داریم که این نمبرها تا خانه 101 میرسه. یعنی سل می داشته باشیم.
اینی میره باز ما ویژه مثلا این کلش انتخاب میکنیم در بخش کاندیشن سنتر سیوش اینا در کل جدول چقدر است اینا مو چیزایی که زیاد است خب کل جدول ما چیز هم داریم در قسمت کانسل میزنیم بخش های چی رو انتخاب میکنیم این مثلا این دو سال انتخاب میکنم کمی چی دارن اینا رو گریتر دن میزنه چی میکنم گریتر داره کدامش بالاترین است اینی که 60000 است دیگهش 20000 12000 یا کم است مثلا باز رو انتخاب میکنم یعنی بخش کاندیشن فورمت بالا از این میگم لسن یعنی کمترینش کدام است بالا از کلیک میکنم کمترینش چی است کمترینش خب ما کمترینش اگر رنگ دیگه انتخاب میکنم بالاش کلیک میکنم یعنی بالاترینش این است کمترینش این است خب اینو خرابی کرد باشه من اینو براتون انتخاب میکنم سایز کمترین شال باید به ما بکشن اینجا هم میرم کلش انتخاب میکنیم این بخش لزدن کمترینش یعنی از 60000 دیگهش چی است کم است خب من همین انتخاب میکنم برای زو این رو یک رنگ دیگر یلو میزنم اوکی میزنم خب کنترل زید میزنیم باشه که نمیره کاندیشن فورماتینگ بخش لستن در قسمت اوکی میزنیم چی میشه حال کمترین شان چی است میگه کمترین شان 1000 است 500 دیگه 2000 3000 جیسه زیاد هستن دوباره میتونیم این رو انتخاب کنیم سایز این رو انتخاب کنیم در بخش چیز گریتردن بزنم مثلا رنگ دیگه میگم گرین باشه سبز باشه اوکی میزنیم چی میکنه بالاترین شش که سبز کنه این در وسط از بتوین هست اگر ما این رو انتخاب کنیم در بخش چی در بخش بتوین چی است مثلا از 1500 تا 2500 چی است در وسط است از 1500 تا 2500 چی بود دویره در وسط بگه که در 2500 میبینید چی میکنم مثلا یک رد تکست انتخاب میکنم اوکی میزنم ببین حال چی کرد اون موی که وسط از در وسط است یعنی بالاترینش 3000 است کمترینش 500 و بین 500 3000 چی است یعنی بین 15 تا 3000 چه 2000 هست در جدول ما او را انتخاب کرد یعنی رنگش هم او را تغییر داد در قسمت بتوین که آمده خب ما میتونیم که دو انتخاب کنیم مثلا از چند تاشم باش که من میره چیزش خورد کنم ناشتا میکنیم 200 پایین میزنیم 300 400 500 600 700 800 900 1000 سلام ناشتا میکنم حالا چی شده اینا رو من یار انتخاب کنم درست یعنی در بخش کاندیشن سنتنس در بخش چی بتوین میزنم مثلا میگم از 375 تا 775 چی هست این در وسط چانشی کنی خطاش مثلا در دیزاین بگی یا انتخاب میکنم میگم چی کو از 200 به بالا 200 میزنم خب 200 میزنم سایز از 200 الا چند 800 تو چی کو الا 500 میگیریم شن 500 ها ببین از 200 تا 500 چی کرد امور در وسط یعنی این میگیم در وسط است یا چی کرد نشانی کرد برای ما کاندیشن فورماتینگ خب میاد در بخش چی بعدش است اکوال تو مثلا مساوی است اونم خانه هایی که مساوی است ما میاد چی میکنم این انتخاب میکنم از بخش کلیر آل کنترل زیر میزنم کلیر فورماتینگ بعد میزنم کلیر فورمات سایز فرماتش پاک میکنم مثلا میام در این قسمت ایرام 200 ناشتا میکنم سایز ایرام 200 ناشتا میکنم و این ایرام 200 ناشتا میکنم ایرام 200 ناشتا میکنم سایز یعنی چند تا مساوی داریم در این قسمت این آخرام چی میکنم 100 ناشتا میکنم اوکی ببین حالا من این رو انتخاب میکنم از این قسمت میاد در بخش چی کاندیشن فورماتینگ میگه مساوی اونایی که مساوی هستن یا برابر هستن بالاش کلیک میکنم چی هست در بین از یا مساوی چند است 500 است درست 500 اوکی میزنیم میتونیم از این قسمت تغییر هم بدیم مثلا اقبال از این قسمت از یک شروع کنی سایز 1 2 3 4 5 از این قسمت 5 از این طرف به 5 میشه یعنی با اون دلیل جورش کرد خب در وسط آمد اقبال مساوی با میتونیم این رنگش رو تغییر بدیم یا بیایم از این قسمت خود میگیم 200 بگیر سایز 200 حالا ببین 200 رو مکمل چه کرد نشانی کرد خب میایم در بخش کاندیشن فورماتینگ در بعدش است text that contains خب متن را این میگیره خب
میایم انتخاب میکنیم مثلا اینجا متن است درست میایم در بخش کاندیشن فورماتینگ در بخش چی that contains مثلا that contain the text میگه خاطراتی که چی داره شامل چی است شامل همین نام است خب این انتخاب میکنیم میایم در این قسمت میتونیم که تو انتخابش کنیم اوکی بزنیم میتونیم میره اشاره کنیم مثلا میگیم چی که این رو نوشته میکنیم این رو پاک میکنیم درست پاکش میکنم نوشته میکنم علی صحیح علی رو نوشته میکنم چی میکنم امور علی رو نشون میکنم اگر بیایم اینجا نوشته کنیم در این جدول ما مثلا 1000 تا نام داریم صحیح 1000 تا نام داریم یا دقیقاتش 10 دانه علی است علی را که من اینم قسم بزنم صحیح یا میام یک کار دیگه میکنیم صحیح در این قسمت میام این جاهد که هست استایمش میره تا پایین میبرم صحیح این جاهد چند تا است حالا جاهد رو بعد ما وقتی که این تکست ما انتخاب کردیم متن ما بعد از اون در بخش کاندیشن فورماتینگ در بخش چی تکست کانتینز اینا رو نوشته میکنم چی نوشته میکنم جاهد که نوشته کنم چی میکنم تمام جاهدها رو چی کرد بر من هایلایت کرد اوکی میزنم یعنی در مثلا بعضی اوقات ما در تکست در جدول داریم جدول ما خیلی دور مدراز است یک تا جاهد اینجا داریم یک تا اینجا داریم یک تا اینجا اینطوری که یک تا سعی کردیم خیلی جنجال بشه اما اینی که هایلایتش میکنه برای ما ساده تر میسازه که ما رو ببینیم صحیح پیدا کنیم نام چیزی که میخوایم یا عدد باشه یا نام باشه یا بزرگترین عدد بایی کوچکترین شبایی وسط شبایی از این قسمت بعدش هست edit occurring خب چیکار میکنه بالا از کلیک میکنیم مثلا در بخش چیه بخش edit occurring مثلا تاریخ میزنه یعنی تاریخ ما چی هست 11 2024 اگر من یستردی رو بزنم بالش کلیک کنم چی میکنه خب یستردی باشه که مقاله تاریخ من انزرت کنم در قسمت 11 و 11 خب باشه که از شارکتش استفاده کنیم سه انتر میزنم بعد از اون ناشته میکنم مثلا میره از این قسمت انتخاب میکنم چی میشه خب 11 دو 13 این تاریخش تغییر داده سیز تو پایین آمده میریم این تا به قسمت سیز تا تاریخ 27 11 باشه که من یک 27 29 30 بیا این تا به قسمت که یک 12 بیا حالا میایم دی بالا اینیا رو پاک میکنم سیز اینیا رو دلیت میزنم نوشته میکنم اینجا چی خب این انتخاب میکنم از این قسمت دی بالا میرم اما دیزاین اگه خب دیزاین از بالی خود گرفت اینه از زیرو زنباری خب من میایم یا را کلش انتخاب میکنم سیز تا این قسمت که هست اینا رو انتخاب میکنم اینا رو جور شد خب من تمامش انتخاب میکنم در بخش کاندیشن سنتنس در بخش چی دید در قسمت مثلا میگم تاریخ های تاریخ دیروز چی که مشخص کن با کدام رنگ اینا رو در بالا میام سیز مثلا تاریخ دین روزانه تاریخ تومارو فردا رو مشخص کن با کدام خط مثلا میگم گرین سبز باشه اوکی میزنیم بعد فردا رو برام مشخص کنه دیدید فردا رو مشخص کرد تاریخ دیروز چون موجب مشخص کرد مثلا من انتخاب میکنم میگم این قضیه میگم چیکو مثلا در قسمت دیتا کیرینگ میگم مثلا تودی را امروز مشخص کو tomorrow in the last one days یعنی هفته روز قبل last week هفته گذشته را this week می هفته را اینی هفته را چی کو می هفته که چی هست این هایلایت کردی دا بیشتر برای ما کار میکنه مثلا this week مثلا این هفته در جدول داریم که این هفته باید تمامش نشانه شود که چند روز میشه بعضی اوقات بر ما کار میاد next month ماه بعدی last month این ماه بعدی رو انتخاب کرد از قسمت و غیره میتونیم از قسمت از یو انتخاب کنیم از یک رنگش یا بیایم از قسمت کاستوم میتونیم از قسمت خود ما با یک میتونیم فلش ایجاد کنیم مثلا از سرخ باشه اوکی میزنیم سیز اوکی چه شاید داره ما سرخ خودش چی کردیم ما به خاطر تنظیمات تغییر کنیم خب بعدیش هست میایم در قسمت چی بعد دوپلیکیت والیوز اینا رو ما در این قسمت رو انتخاب میکنیم صحیح اینیا رو انتخاب میکنیم در بینشون دوپلیکیت داره یعنی مشابه داره یعنی در قسمت دوپلیکیت آل دوپلیکیت ها رو چی کرد انتخاب کرد گفت دوپلیکیت ها چند هست یعنی 2 تا 100 هست صحیح
چند تا 200 4 تا 200 از دیگه 300 هم طاق است دیگه دوپلیکیت یعنی جوریش یک تا 300 دیگه نیست و 500 هم نیست یک تا 500 دیگه 700 هم نیست یعنی میشه است طاق است اونایی که دوپلیکیت است سایز دوپلیکیت است یونیک یعنی طاق است سایز طاق را اینا رو طاق را گرفت یونیک طاق باشه یا بی جوره باشه این یا که هست دوپلیکیت جوره دار یا چی جفت طاق واره همین قسمی سایز این طاق این جفت این یک جفت است از 100 دانه است سایز جفت است میتونیم از قسمت رنگاش مشخص بسازیم که کدام رنگ باشه مثلا گرین میزنیم سایز بعد از میبینید دوپلیکیت یونیکش میزنیم خب این چی اولی تو اوکی میزنیم سایز باز میان در قسمت چی در بخش دوپلیکیت و در قسمت دوپلیکیتش چی دوپلیکیتش خب طاقه شو وقت گفتیم دوپلیکیتش هم در این رنگ میزنیم حالا چه رنگاش مشخصه تو کدامش کدام هست کاندیشن فرمتینگ این بخش چی بود مور رولز میزنیم خب مور رولز میخوانیم جریان درس ما بعدش هست تاپ باتم رولز خب تاپ 10 آیتمز تاپ 10 آیتمز با کدام رنگ میشه مثلا این خود 10 دانه است خود مشکل ما ایره بیایم در قسمت چی کنترل زاید نان میره انتخاب کنیم درست در بخش کاندیشن فرمتینگ تاپ 10 میگیم 10 دانه بالایی رو مثلا میگیم 10 دانه شنه 2 دانه شنه من انتخاب 3 دانه انتخاب کنم سایز 3 دانه بالاترین چی را بالاترین ارزش که داره سایز 3 تا بالاترین ارزش چی است 800 و 900 1000 سایز این کم ارزش است یعنی پوینت اون طرف رفتم میرم کم ارزش میشه تاپ ترین انتخاب کنید یعنی بالاترین تاپ به فیصد انتخاب بکنم مثلا اگه ما ببینیم اینجا 100 هم نوشته کنم درست 100 هم نوشته کنم خب کنترل زاید میزنیم این انتخاب میکنه در بخش کلیر فرمت میزنم میشه درست من صدا نوشته کردم حالا ما میایم میگم چیکو در بخش تاپ میگم به اساس فیصد پیش از اینکه در فیصد بیایم بعد از این قسمت 1% هم ارائه کنیم اینا رو برای ما در قسمت فیصد تاپ فیصد یعنی بالاترین فیصد یک داره کدام میشه است اون رو میکشه بالاش کلیک کنیم چی هست میگم بالاترین فیصد یک داره چی هست اینی هست چی هست که عین 1000 100,000 فیصد است صحیح این رو ما میتونیم قسم انتخاب کنیم اگر ما بیایم انتخاب کنیم در بخش چی خب کلیر بزنم کلیر فرمت بعد از این در بخش باتم 10 آیتمز یعنی پایین ترین 10 دانه نشان میده بالاش کلیک کنیم 10 دانه پایین نشان میده میگم نه 3 دانه پایین ولیو یا ارزش پایین به من نشان میده بالاش کلیک کنیم چی میگم 3 دانه 100 و 200 و 300 به اون ترتیب نشان میده صحیح یا کمترین ارزش داره دوباره در قسمت چی میگم کاندیشنال فرمتینگ بعدش هست باتم پرسنت مثلا اون فیصدی ها رو نشان میده من اول کلیر فرمتینگ بزنم بعد از بیایم در قسمت فیصد انتخاب کنم و بعد از بیایم در قسمت چی میگم پایین ترین فیصدی رو به من نشان میده بالاش کلیک کنم بعد چک کنم و من اوکی بزنم چک کنم اول 10000 نشان میده صحیح 10000 اینی است 100000 اینی پایین ترین فیصدی داره بالاترین فیصد 100000 داره خب دوباره این در قسمت چی کلیر فرمت میزنیم شب تمامش انتخاب میکنم کلیر فرمت میان در قسمت کاندیشنال فرمتینگ بعدش چی از گزینه بعدش above average خب average یعنی حد اوسطش پیدا کنم بالاش کلیک کنم برای ما چی میکنه اون مو حد اوسطش فرمت سلز that are above average یعنی از حد اوسط و بالا هستن صحیح از حد اوسط یعنی از متوسط به بالا هستن بالا از کلیک کنم صحیح متوسط چی هست 500 هست از 500 به بالا چی هست حد اوسط یعنی از حد اوسط بالا میره بالا میپره اون انتخاب برای من اگه ما بیایم دوباره کلیر بزنم کلیر فرمت بعد از بیایم در کاندیشنال سنتنس دوباره گزینه بعدش هست باتم بیلو افریج یعنی از اون بیلو افریج انتخاب کنم من چی هست میگه از 500 پایین کل چی هست بیلو افریج است یعنی از حد اوسط پایین است میایم در قسمت کاندیشنال فرمتینگ گزینه بعدش هست خب مور رولز میزنیم بالا از کلیک میکنیم تاپ باتم تاپ ترین و باتم ترین باتم یا تاپ ترین یا پایین ترین یا بالاترین ما اینو چه کردیم در قسمت فیصد بخش فیصد و اینیا رو ما خواندیم این درس ازی در مورول شما هست بعدش از دیتا بار چیکار میکنه مثلا این را چیکار میکنه من میام در کلیر فرمت میزنم این را به اساس اونمو ارزشش میکنه خانه شپار میکنه من اینجا نوشته میکنم مثلا چند خب
باش که میره کلش انتخاب کنیم در قسمت چی دیتا بار. اما این انتخاب میکنیم سایز مثلا این دیتا بار انتخاب میکنیم. حال ببین خانه 100 که کم است سایز به این اندازه پر شده. خانه 200 یعنی با خانه 1000 که آخر یعنی بالاترین قیمت داره چه کرده به شکل دیتا بار یا به شکل چی اما معلوماتی بر ما جورش کرد که به نظر به مو عددش نظر به مو ولیو ارزشش چی میکنه اما خانه شون پر میکنه. خب این از قسمت. خب این به اساس چی بود؟ به اساس ارزشش. بالاش کلیک میکنیم میتونیم دیزاین مختلفی داره که ارائه کنیم در یا سایز. دوباره انتخابش میکنیم در بخش چی؟ در بخش دیتا بارز یعنی دیزاین مختلف از هر دیزاینی که ما بخوایم میتونیم در ارائه کنیم. بعدش از کالر اسکیل. کالر اسکیل چی معنی؟ خب کالر اسکیل یعنی از چند رنگ مختلف تشکیلش میکنیم. اول بیایم این کلیر فرمت بزنیم بعد از میایم در بخش کاندیشن سنتنس یعنی کالر اسکیل از چند رنگ مختلف تشکیل باشه، بالاش باشه، پایین باشه، با این ارزش باشه، با این ارزش دیزاین مختلف است. یعنی که بالاترین ارزش داره سایز با این رنگ است، پایینترین ارزش داره با این رنگ است. یعنی تو کم کم رنگ خود از این طرف اگه بالا میره از این تغییر کرده میره، اگه از پایان به بالا میره یعنی از 1000 به 100 میره چی میکنه؟ ما اینو چپک نوشته کردیم اگه میره خو خیر یعنی 1000 بالا میاد که وقتی بالا پایین جور میاد خو خیر اول باز مطلبش گرفته میشه. یه از قسمت میتونیم رولز بزنیم بعد از اون میتونیم از این قسمت تو کالرز هست تو اسکیل است تو کالر اسکیل میتونیم سه کالر رو انتخابش کنیم. سه کالر شد دیجی پریویو شه یا دیتا بار به شکل دیتا بار که گفتیم این دیتا بار این بخش دیتا بار گفتیم سایز باش که دیتا بار بعد رولز برم بعد از اون به قسمت باشه کلیر فرمت بزنم بیام دیتا بار مور رولز. خب در این قسمت دیتا بار سایز ما در این قسمت آیکن ست هم انتخاب نکنیم. در این قسمت دیتا بار انتخاب کنیم. شما دیبارتن ها باراش نشانته علیکم سلام. خب مینیمم سایز مینیمم یعنی کمترینش ماکسیمم زیادترینش. مینیمم کمترینش رنگش چه قسم باشه؟ بر اساس چی باشه؟ میگم اتوماتیک است فعلا میگم بر اساس نمبر است سایز. بر اساس نمبر است. اساس نمبر چند میگم از 100 تا 200 به بالا سایز. در 200 مینیممش هست. کمترینش 200 است. یا نمبر انتخاب میکنیم زیادترینش چی هست؟ 1000 است. 1000 مثلا. اوکی اینجا فلس یعنی داخلش چه رنگ پر کنه؟ یک رنگ پر کنه. اگر یک رنگ پر کنه کدام رنگ از این رنگش انتخاب میکنیم سرخ باشه سایز یا میگیم چی کو از گریدینت پرش کنی از دو رنگ پرش کو که اون باز از دو رنگ پرش میکنه. بعدش هست بوردر می بوردراش که یا چاشاکاتش به سولایت باشه نو بوردر اگه باشه هیچ بوردر نداشته باشه. کالرش رنگ باشه کالرش میگیم مثلا رنگ این رنگ باشه. کانتکست دایرکشن لفت تو رایت باشه یا رایت تو لفت یا کانتکست یعنی هر زبانی که نظر به زبانی بود مثلا انگلیسی بود از چپ براست اگه فارسی بود از راست به چپ. یه از این قسمت بود پریویوش هم اینه به ما دیده میشه میگه از دو کالر استفاده کنید. سایت گریدینت مزد مگه سولایت کالر بزنید چی میکنه؟ یک کالر میگیریشه. اوکی خب بالا از کلیک میکنیم چه شد آلبوم اندازه برای ما جور کرد. کمترینش گفتیم چی هست؟ 200 بالاترینش 1000. حالا این دو خانه رو برای ما حساب کرد چون ما اونجا 200 انتخاب کردیم. اگر او رو به شکل اتوماتیک میمانیم درست نه به شکل اتوماتیک میمانیم شاید یک بار کلیر فرمت میزنیم در بخش دیتا بار میایم در بخش چی مور کالر اتوماتیک فعلا ایار است. اگر ما این کالرش یک تغییر بدم سایز این سیاه میزنمش این سیاه نه این رنگ است. اوکی میذارم چیز حالا از مال با من چیز خود گرفت معیار خود گرفت. کلیر فرمت دوباره میزنیم در بخش کاندیشن سنتنس بخش چی آیکن. خب بالا از کلیک میکنیم برای ما تو یک پنجره باز میشه. چی کار میکنه؟ چند کالره باشه میگم دو کالره باشه یا سه کالره میگم دو کالره باشه. مینیمم یعنی پایینترین ارزش گفتیم سایز از این قسمت پایینترین ارزش چقدر چند کدام رنگ باشه بالاترینش کدام رنگ باشه یعنی ماکسیمم مثلا یعنی پایینترین ارزش این رنگ است بالاترین ارزش این رنگ است. ما میگم چی کو بر اساس نمبر است. خب بر اساس نمبر است مثلا از 100 انتخابش میکنم بعد از کالرش انتخاب میکنم چی است کالرش میگم پوینترینش سرخ باشه و بالاترینش هایست ولیو بر اساس نمبر است و چی است 1000 است. اوکی میذارم رنگش رو باش که رنگ دیگه رنگ زرد میذاریم سایز. اوکی میذارم چی میکنن حالا از این طرف تا چقدر اما خانهش عیار کرد که کمترینش به رنگ سرخ و زیادترینش به رنگ زرد. کلیر فرمت میزنیم بعد از میاد بخش کاندیشن سنترس گزینه بعدیش است آیکن ست. مثلا یگان آیکن ها رو میمونیم بالا. خب آیکن ها رو چه قسم همین یک کنترل سی میکنیم این در قسمت چی این در قسمت
کنترل وی میکنیمش. خب امیر انتخاب میکنیم در قسمت در بخش آیکن ست. خب باشید انتخاب میکنیم، چرا این انتخاب کنیم در بخش کانشن فرمتینگ آیکن ست. ببین حالا مثلا با اونو آیکن رو نشان میده که بالایش کم ارزشش رو ببین 3 تقسیمش کرد، یا میایم در این آنتنای موبایل واری که هست اون 100 کاست کم ارزشش آنتن کم داره، اگر 1000 کاست بالاترین ارزش داره آنتن زیاد داره. اگر یا ایش انتخاب کنیم یا ایش تفاوت زیاده است، یا به اساس دیتا بار یا به اساس یا به اساس یا به اساس یعنی هر کدوم شکل بخوایم مرور هم بزنید در قسمت بر ما امو تنظیماتش باز میشه. مثلا عاشق آیکن ست انتخاب میکنیم، آیکن های مختلفی هستن، میگم اینی رو انتخاب کن مثلا، یا میایم میگم چی کو نیو انتخاب نکن، میایم میگم اینی رنگا رو انتخاب کن. سعی قسمت رنگاش این رنگ هر دیتا بار بخوایم میگیم دیتا بار کاست وش تا خب شو آیکن سانی چند آیکن نشون بده. بعدش است اینی بزرگ مساوی، یعنی این ولیو وقتی که ولیو از این مثلا 75 بالا بود سایز، ما میگم وقتی که ولیو از 100 به بالا بود سایز، وقتی که ولیو از 100 به بالا بود تو چی به اینی رنگ نشان بده. وقتی که باز از اینا دی طرف میایم سایز، اینا وقتی که از 100 به بالا بود سایز، یعنی از 100 به پایین چه قسم میگم براتون 100 به پایین باشه که من میجا یک چند چیز دوگان انزرت کنم سایز 50 انزرت میکنم، اینجا 20 انزرت میکنم، بعد از این حالا بگیریم میشه که خوب دقیق فرم شود. در بخش آیکن ست مور کالر رو در قسمت خب وقتی که میگم آیکن از 50 به بالا بود سایز 50 به بالا بود چی بود؟ 50 به بالا بود تا با این رنگ نشان بده سایز با رنگ با پایین بود با این رنگ نشان بده. گزینه بعدیش هست میگم وقتی که با این حالت بود مثلا با یای نشان بده از 50 به بالا بود، این رو که انتخاب میکنیم وقتی که از 500 به بالا بود سایز 500 به بالا بود 500 به بالا بود با اون نشان بده. یه بساط فیصدی هست میگم نمبر هست، نه نمبر هست اوکی نمبر ما کنترل فیصدی باید انتخاب کنیم پرسنت که به اساس همون عیارش 500 رو انتخاب میکنیم، میگم 50 انتخاب میکنیم، اوکی میزنیم. خب نمبر خیلی مشکل نیست 50 400 50 400 اینا لایکان مختلف هست. آیکن ست مثلا در این قسمت آیکن های مختلف هست، من میبینی آیکن انتخاب میکنم اوکی میزنم و چکت به اساس همون جورش کرد، یعنی میتونیم ما تنظیمات هم تغییرات وارد کنیم بالا از این قسمت تنظیمات هم تغییر بدیم. خب گزینه بعدش هست نیو رو مثلا قوانین جدید ایجاد میکنیم، بالاش کلیک میکنیم قوانین جدید که ما خواندیم قبلا که مینیمم مثلا کمترین شیخه باشه زیادترین شیخه باشه با اون نام بالای کلیر رولز مثلا این قوانین بالای از این کلیر سلکتد فرام سلکتد سایز میگه کلیر کو پاکو از اینجا انتخاب کرده کلیر رولز فرام ترشید، یعنی این قوانین که از کانشن سنتنس اضافه کردیم سایز از تمام شیت پاکش کو از تمام شیت یک پاکش ما میگم چی کو از هم جایی که انتخاب شده سایز پاکش کرده. ما میگم یک قسمت گزینه بعدش کلیر رول اینی فرام دستیبل پایوت تیبل ما نخوانیم دستیبل پایوت تیبل دیگه درس جداست. منیج رولز میتونی که مدیریت کنی، میتونی دیگه نو ایجاد کنی سایز نو ایجاد کنی مثل ازی اوکی بزنی چی کنه ایجاد کنه. منیج رول از قسمت دوباره میگم در قسمت چی خب انتهای رول پاک میکنیم 29 دقیقه. خب یک کمک که دیگه میخوانیم باز از درس ما میاد بخشش چی بخش کاندیشن سنتنس گزینه بعد خب کاندیشن سنتنس تیبل فرمت از تیبل بالا ذکر میکنیم مثلا اینو به شکل تیبل جور میکنیم
درست این رو انتخاب میکنیم درست در یک قسم در بخش تیبل جورش میکنیم یک تیبل مثلا یک قسم سیز اوکی میزنیم اوکی سیز برای ما تیبل جور کرده حالا اگر ما بیایم در یک قسمت سیز برای ما تیبل جور کرده با اساس از این میتونیم تیبلش مکمل تغییر بدیم سیز با اساس بسازده میشه تیبل هست هیدر یعنی هیدر هم داره خب انتخاب نکردیم از این قسمت میتونیم معنای مختلف رو چی کنیم در این ارائه کنیم بالا ذکر میکنیم چی شد ارائه شد بعد از این در قسمت چی وقتی که ارائه شد بر ما چیز دیزاین تیبل تول درست میشه هست ناله بعضی گزینه‌های از این تکراری است اما بعضی چیزایش هم ما میخونیم در قسمت خب نام می تیبل چی باشه نام تیبل ما میگیم چی باشه مثلا شیت یک باشه شیت باشه ریسایز تیبل مثلا اگر از کلابجا تیبل میتونیم که از قسمت این نقش انتخاب کنیم سایز تیبل یا بعض دوباره ما تیبل خود ما را که مقداری که بود امور انتخاب کنیم میتونیم چه کنیم از قسمت ریسایزش کنیم تغییرات وارد کنیم گزینه بعدش سمرایز with pivot table یعنی با pivot table چی کو سمرایزش یا خلاصه سازیش از این قسمت خب اینا از بین میبریم اینجا دوپلیکیت نداره مثلا میمیم این را انتخاب میکنه چی اوورتایم میشه انتخاب میکنه 1000 انتخاب میکنم سیز 1000 آل دوپلیکیت داره من اینا انتخاب میکنم بعد از این ریموو دوپلیکیشن یعنی بالا اون دوپلیکیت که اصلا ریموو شون سیز ریموو نیم از جاب از کلش میگم دلیت کو سلکت آل است اوکی میزنه چی میکنه نو دوپلیکیت فاند خب دوپلیکیت میگه پیدا نشد بشکه ما یک ایره کنترل سی بگنم بعد از این کنترل وی بزنم سایز اینو لگه دوپلیکیت ما بیاید در بخش من دوپلیکیشن سایز دوپلیکیت اوکی بزنیم دوپلیکیت پیدا نشد خب خیلی در بخش سمرایز میگیم در باید قسمت سلکت در تیبل و رنج مثلا انتخاب کردیم تیبل ما چی هست یعنی ما میتونیم تو این قسم انتخابش کنیم اوکی بزنیم یا شیت اما شیت نام خود تیبل ما بود که ما ساختیم یوز ان اکسترنالی چی کار میکنه یعنی از اکسترنال از بیرون از یک درایو ما چی کنیم بیاریم یک تیبل دیگر رو بیاریم در قسمت است میگیم نه امیر انتخاب میکنم گزینه بعدیش است choose where you want to pivot table to report to be placed میگه تو امیر انتخاب کو که در کدام مثلا امیر وقتی که تو همین تیبل و پایوت تیبل تبدیل آیا در داکومنت رو تبدیل کنه یا اگزیستینگ در داکومنت تبدیل کنه یا نیو ورکشیت یک ورکشیت جدید بیاره سه شیت جدید بیاره من میگم در می جور کنه اینا لوکیشن هیچ بر ما لوکیشن میاد من دوباره اینا چه قسم میکنم چه قسم اینجا انتخاب میکنم مثلا سایز میگم اینا کجا انتخاب کنم در قسمت اوکی میزنم چی میکنه برای ما با پایوت تیبل تبدیلش میکنه پایوت تیبل از چی هست برای ما تب باز میشه پایوت تیبل میگن نیم مثلا بر اساس ارزشش بیاره اول توتالش بر سایز میگم توتالش بر سایز توتالش بر ما آورد توتال مکمل آورد میگیم اوورتایم میشه بر سایز اوورتایم میشه بر اوورتایم میشه آورد برام با سیمی رو میگم چی میکنیم بر اساس چی بیاره سالاری معاشش بیاره یعنی تمامش چه کرد مکملش آورد یعنی اون اندازه که کلش جمع کنی یا مجموعیش آورد جاب میاریم سایز یعنی جاب آوردیم برای ما جاب هم از رو آف لیبلز یعنی جاب ها رو آورد به اندازه و گرند توتال خب و غیر هر کدامش انتخاب کنیم یعنیشه یا کلش چی میکنم یعنی کلش دیگاش پس میکنم اول از نام میارم سایز میگم اول نام بیار سایز نام آورد دوم جاب بیار وظیفه‌ش آورد یعنی حالا نامش علیست وظیفه‌ش چی است تیچر است یعنی با این شکل جورش کرد سیم چی بر سالاریش بر معاشش بر معاشش چقدر است اوورتایم اضافه کاریش بیار برای من توتال مجموعیش بیار چی میکنن حالا تمام کل چیزش میاره برای من خب بیت از بخش چی از بخش پایوت تیبل برای ما این پایوت تیبل است مثلا اگر ما بیایم در قسمت سایز در بخش conditional formatting ایره اینال ده قسمت اوکی خب بخیلی بسیار از پیش نجور شد خب خیلی مشکل نیست کلیر فرماتینگ میزنیم کلیر فرماتش مکمل پاک میکنه این شکل تیبل است یعنی تیبل سایز اینیم با شکل تیبل
پایوت تیبل است. با وقتی پایوت تیبل انتخاب کنید برای ما یه انالایز فایل میشه، یعنی هم انالایز هم دیزاین دیتا برگام باز میشه برای ما در این قسمت. این بخش پایوت تیبل. خب پیش از اینکه ما این رو بخونیم باید بخش تیبل که ما این قسمت دیزاین تیبل داریم، دیزاین داریم تا بخش سامرایز پایوت تیبل خواندیم. از روز بعدی از بخش دپلیکیشن تا این قسمت ها میخونیم. بخش پایوت تول هم در قسمت دو تابعی که داره از اینا تا جایی که درس ما شد میخوانیم. خب درس ما برای امروز بس از ریکارد ما 35 دقیقه شد.